سلام دوستان، با کانال بهرالعلوم خوش آمدید. درس زبان ترکی رو دوام خواهیم داد. در این درس شکل جمع کلمه ها را خواهیم مخت و آنها را چگونه به شکل جمع گردانیم. برای مثال کلمه ماشین، ماشین ها کردن کلمه ماشین و کلمه قلم را قلم ها کردن، یعنی پسوندی شکل جمعی. در زبان ترکی قاعده پسوندی شکل جمع چنین می باشد که اگر صدانک آخری کلمه ا، آ، او باشد پسوندمان لر می شود و اگر صدانک آخری کلمه ای، او باشد پسوندمان لر می شود. خب پردازیم به یک چند مثال. در این مثال ها خواهیم بهتر آموخت این قاعده را. مثلا کلمه عربه به معنای ماشین شکل جمعش باشد عربه، به خاطر حرف صدانا که آخرش ا بوده لر میگیرد، عربه لر. کپه یعنی در به معنای در، دروازه، صدانا که آخرش ا و به این خاطر لر میگیرد، کپه لر. کلمه توپ یعنی توپ، صدانا که آخرش حرف آ بوده و به این خاطر لر میگیرد، توپلر. کلمه سورو یعنی سوال، صدانا که آخرش او بوده به این خاطر لر میگیرد، سورو لر. نکن یک چند مثال با لر ببینیم. کلم یعنی قلم، صدانا که آخرش ای بوده به این خاطر لر میگیرد، کلم لر. جامی یعنی مسجد، صدانا که آخرش ای بوده به این خاطر لر میگیرد. göz یعنی چشم، صدانا که آخرش او به این خاطر لر میگیرد. کلمه ترک یعنی ترک، صدانا که آخرش او بوده به این خاطر لر میگیرد. در اینجا میخوام یک چیز رو اهمیت بدهید که صدانا که آخر فرق ندارد، از آخر سیوم حرف باشد، از آخر پنجم حرف هم باشد، چون مثال نیست، لیکن میخوام فهمونم که فرق ندارد صدانا که آخر در کجای کلمه آمدگی باشد، صدانا که آخر نگاه کرده پسوند میگیره. یعنی اینجا با صدانا که آخر دویم حرف کلمه است، یعنی از آخر سیوم حرف کلمه می شود، ولیکن ما همون طوری که میبینید این صدانک را صدانا که آخر گفته نگاه کرده و پسوندی لرمون را میچسبانیم. تشکر برای تماشاتان. ابونه شاید زنگوله چه را زیر کنید و سلامت باشید.